سلام رفقا، سیبیل شف هستم. امروز اومدیم با آموزش یه پیتزا پپرونی خیلی خفن که با کمترین امکانات شما میتونید توی خونه‌تون درستش بکنید. با من همراه باشین، لایک و سابسکرایب یادتون نره. برخلاف همه پیتزاها ما امروز اینجا اصلا خمیر نداریم. به خاطر همینه که میگم با کمترین امکانات میتونید این پیتزا رو توی خونه‌تون هم درست بکنید. ما اینجا یه دونه نون باگت داریم که نون باگت چیکار باید بکنیم؟ نون باگت رو برمی‌داریم، وسط قشنگ نصفش می‌کنیم. نون باگت رو قشنگ باز می‌کنیم وسط. نون باگت رو که باز کردیم میام با وردنه قشنگ صافش میکنیم تا قشنگ در واقع یک خمیر داشته باشیم. دوستان اینجا که قشنگ که اینو ورز دادیم، خمیر ما الان آماده است برای اینکه مواد پیتزامون رو بریزیم روش تا پیتزامون رو آماده بکنیم. خب دوستان الان قراره اینجا یه سس دستساز برای شما درست کنیم، در واقع همون سس کچاپه که چیز خاصی در حال حاضر نمیخواد. دو تا دونه گوجه میخواد که ما باید گوجه‌مون رو رنده درشت بزنیم که گوجه‌مون زیاد آب نندازه. رفقا پیتزا توی ایتالیا یه جوره، تو آمریکا یه جوره، تو کشور ما هم یه جوره. بالاخره پیتزا رسیپی‌های خاص داره، ولی ما به رسیپی در واقع ایرانیزش ما می‌خوایم درست بکنیم برای شما. با ما همراه باشید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. خب رفقا تا پیتزامون آماده بشه می‌خوایم یه نوشیدنی خیلی خنک تو این هوای گرم به شما آموزش بدیم. مواد مورد نیاز این نوشیدنی اول از همه آبغوره است. خب اول از همه آبغوره رو میریزیم. آبغوره تقریبا باید نصف این استکان باشه برای هر لیوانی البته. آبغوره رو که ریختیم بعدش میایم آب رو اضافه میکنیم بهش. و در آخر درار محلی رو بهش اضافه میکنیم. البته شما درار محلی هم نتونستین پیدا بکنید میتونید درار همینجور معمولی هم اضافه بکنید، اصلا مورد نداره، ولی با درار محلی خوشمزه تر میشه. حالا هم میزنیم قشنگ که هم خورد. میریم سراغ این یکی هم میزنیم و قشنگ این درار مخلوط بشه با آبغوره. البته درا رو میتونیم یه مقدار یه ذره بیشتر هم بریزیم چون آبغوره خیلی اونجوری
طعمش غالبه و ترش هستش، یه جورایی میشه گفت این درار بالانسش میکنه، چون ترشی و شوری هستن. این هم از یه آقوره‌رو خفن که جیگرت رو صفا میگیره. آره جیگر. خب رفقا میریم برای درست کردن سس کچاپ خیلی خفنمون. اول از همه گوجه‌های رنده شده‌مون رو میریزیم، نمک، یه مقدار نمک رو اضافه میکنیم، فلفل سیاه، پاپریکا، و یک مقداری هم آبیشم برای طعم این سس خفن. همین رو که اضافه کردیم این قشنگ سسمونی که میخواید آماده بشه قشنگ هم میزنیم و یه مقداری این گوجه‌مون سبک بشه. دوستان این سس کچاپ فقط یک مقداری باید تفت بخوره، اونقدر نیاز نیستش که شما قشنگ این سس غلظت داشته باشه. بعد از اینکه این ویدیو رو ببینی و این پیتزای خفن یاد بگیری، هر شب برای ما رو به دوستاتون هم معرفی بکنید، لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. خب دوستان میایم برای آماده کردن خمیرمون. اول از همه به خاطر اینکه طعم خیلی خوبی داشته باشه این خمیر خفنمون، اول از همه یه مقداری روغن زیتون میمالیم قشنگ روی خمیر. روغن زیتون رو که ریختیم دوستان با وردنه قشنگ پخش میکنیم این روغن زیتون رو. تو کل این خمیرمون خب بچه‌ها اینجا روغنمون رو قشنگ مالیدیم به این خمیرمون. حالا میریم برای اینکه مواد روی خمیرمون رو بریزیم. اول از همه خب بعد از اینکه خمیر رو قشنگ آغشته کردیم به روغن زیتونمون، میریم سراغ سس کچاپمون که اینجا تازه درست کردیم. قشنگ میریزیم رو کل خمیر پیتزامون. حالا قشنگ این سسمون رو کل خمیرمون پخش میکنیم. قشنگ که قشنگ اینجوری پخش شدش، حالا میایم تاپینگای خود پیتزامون رو بریزیم.
اول از همه یه مقداری پنیر پیتزا میریزیم. دوستان پنیر پیتزامون که ریختیم، اول بعدش شروع میکنیم به گذاشتن پپرونیامون روی پیتزامون. پپرونیامون که ریختیم، میام یک مقداری ادویه میریزیم. در واقع آویشن اول از همه میریزیم که طعم پیتزامون رو خیلی اینجوری عوض میکنه و اکتیو میکنه. بعد یه مقداری پاپریکا میریزیم. بعد فلفل. البته ماهیت این پیتزا کلا تند هست، ولی ما کلا این ادویه رو میریزیم اون طعم و عطر خاص این پیتزای خفنمون میده. و سپس دوباره میایم پنیر پیتزا اضافه میکنیم. دوباره پپرونی اضافه میکنیم. خب این دفعه آخرم دیگه پنیر پیتزا رو دوباره میریزیم. روخه کارا داری سیبیت شف. خب حالا فلفل دلممون هم اضافه میکنیم دوستان. البته میگم فلفل دلمه اونقدر چیز نیستش، فقط ما به خاطر روخش چیز میکنیم میذاریم. خب پیتزای ما الان آماده است. در حال حاضر باید بذاریم توی فر. خب رفقا، پیتزای پپرونی ما هم آماده شده. میریم برای برش دادنش که شما ببینید.
خب دوستان میریم برای تست این پیتزا خیلی خفنمون. با من همراه. دیدیم با کمترین امکانات میتونید یه پیتزای خیلی خفن توی خونه درست بکنید با یه نون باگت و چند تا دونه پپرانی. لایک و سابسکرایب یادتون نره، ما رو حمایت کنید. بی‌نظیر سیبیل شف.